انسانی که دعا میکنه به 4 صفت الله ایمان داشته باشه. 4 صفت الله را در مقابل چشمت قرار بدی، دعای تو قبول میشه. اگر این 4 صفت شیطان از پیش چشمت برد، دعایت قبول نمیشه. تا 4 تا دعا بکن. یک شرط این 4 صفت کدام است؟ اول باید عقیده داشته باشی که الله رحمان است و رحیم است و مجیب است و قریب است. ما دعا میکنم کیست بر من مهربان؟ مادرم؟ پدرم؟ رحمان و رحیم کی است؟ نه مادرم رحمان رحیم صفت داره، نه پدرم داره، نه اولیاء داره، نه پیغمبرا داره، نه صحابه داره، هیچ کس صفت الرحمن الرحیم نداره، صفت مجیب نداره. هیچ کس، هیچ مخلوق، حتی جبریل امین و حتی میکائیل و حتی مقربترین ملائکه و مقربترین. پس الله هست که رحمان است، الله هست که رحیم است، از هر کس که بر من مهربان تر است و به من از هر کس که نزدیکتر است. و نحن لاقرب الیه من حبل الورید. از شاره گردن که بر من چی است؟ پس او ذاتی که رحمان است و او ذاتی که رحیم است، او ذاتی که قریب است و او ذاتی که مجیب است. اما یجیب المضطر اذا دعاه. که انسانی که در حالت سختی و مشکلات، در حالت اضطراری قرار داره، کی او را اجابت میکنه؟ الله هست. چرا دست خدا به مخلوق بلند میکنه؟ از این 4 صفت خبر نداره، چون برش 24 ساعت در گوشش گفته شده که فلانی شخص تو است، فلانی شخص تو بزرگ است، فلانی شخص در خوت میه، فلانی شخص در جای به علی جن داره، علی پری داره، علی دیو است، علی فلان است. پس عظمت شخص در قلب ازی مخلوق جای گرفته. از این خاطر اگر میخوایی که دعایت قبول شوه، عظمت خالق در قلبت جای بدی. باز بغیر از یا الله به دیگه طرف رجوع نمی کنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در این هفته نوبت میرسه به شروط قبولی دعا. و طبعا ما شما وقتی که میخوانیم مدرس عقیده در قرآن و سنت، اکثرا کتابا را که خواندیم و شما بخوانین، عقیده در قرآن و سنت در عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و در عصر صحابه فرق میکنه با خواندن عقیده بعد از او. 3 قرن اولی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شهادت داده، اونا رو چی گفته؟ خیر القرون گفته. اونجا عقیده به شکل دیگی بود که فقط مسلمان ها عقیده خود از قرآن و سنت میگرفتن. بعد از قرون ثلاثه چون دایره اسلام وسیع شد و فلسفه ها آمدن، منطق آمد، فلسفه آمد، مذاهب عقدی یا عقیدتی یا اعتقادی پیدا شد. اول مسلمان ها هو سماکم المسلمین. وقتی که از یک کس پرسان میکنی تو چی هستی، میگه من مسلمان هستم. پس آن گروه ها پیدا شد، گروه های اعتقادی. این گروه ها چرا پیدا شد؟ به خاطر ازی که عقیده قرآن و سنت که در قرون اول بود، این عقیده مختلط شد با چی؟ با افکار و اندیشه های دیگر. در عقیده فلسفه داخل شد. من مخالف فلسفه نیستم که بعضی کسا که وقت گپ بزنی باز میگه والا فلانی دشمن فلسفه است. من مخالف علم منطق نیستم، اما شناخت خالق متعال از طریق فلسفه ممکن نیست. اگر با فلسفه عقلگرا و فکر مثلا حسگرا یا مردم مسلمان می شدن، باید ارسطو و افلاطون و سقراط یا بسیار عقلیت بالا داشتن. پس چرا پیغمبر آمدن؟ به خاطر ازی که عقیده نیاز داره که چون غیبه، اینا یا عقلگرا هستن یا حسگرا هستن.
فلسفه ها یا حسگراست یا عقلگراست یا علمگراست، اما غیب نمیفهمن. عقیده، اول مشکل عقیده توحید در چی است؟ مسئله غیب است. الذين يؤمنون بالغیب. پس اساس عقیده غیب است و در غیب نه عقلگرا میفهمه، نه حسگرا میفهمه، نه ساینسدان میفهمه، نه فیزیکدان میفهمه، یکشون نمیفهمه. خیلی مشکل غیب چی حل میکنه؟ کتاب های آسمانی در زمین که پیغمبر که برای ما توضیح و تشریح کنه. پس کتاب نازل شد، قرآن عظیم الشان، و رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح کرد و توضیح کرد. پیغمبر روان شده بود معلم. پس کتاب کی درس میده؟ پیغمبر درس میده. کی بیان میکنه؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنه. و عقیده ما را کی جور میکنه؟ قرآن عظیم الشان، متن قرآن عظیم الشان و احادیث صحیحه رسول الله صلی الله علیه و سلم. من اینی عقیده را درس میدم. اما وقتی که دیگه کتابا را وقتی که میخوانی، اونا هم میخوان که عقیده قرآن و سنت درس بدن، لکن مشکلشان در چی هست؟ چون فلسفه از این طرف آمدن، منطق از این طرف آمدن. ما رو اول که در مدرسه رفتیم، استاد آورد کتاب پیش روی ما ماند. والله اشاعره اوتو میگه، ماتریدیه اوتو میگه، والله معتزله اوتو میگه، والله خوارج اوتو میگفتن، والله فلانی تو میگفتن. باور بکنین که ما صنف 9 10 11 12 13 14 6 سال عقیده خواندم، لکن عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم نفهمیدم. خودم حیران کرده بودم. یا الله چطور کنیم؟ میترسیم که حالا من مشرک از دنیا نرم. از معتزله را میفهمم که معتزله چی میگه، از اشاعره را میفهمم، از ماتریدیه را میفهمم، از خوارج میفهمم، از روافض میفهمم. کلش نظریات. ارسطو چی گفته، سقراط چی گفته، افلاطون چی گفته، او چی گفته. لکن یا الله یک کس بر ما نگفت که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، که ما الله را بشناسم. این عقیده قرآن و سنتی هست. این عقیده قرآن و سنت. وقت مثل چی؟ مثل در افغانستان. مشکل مردم افغانستان دا چیست؟ یک روز ما رفتم در یک صنف، شاگردا گفتن استاد امین مشکل ما هیچ عقیده ما جور نشد. شعرهای پیر روشان خواندیم، شعرهای مولانا را خواندیم، شعرهای حافظ خواندیم، شعرهای سعدی را خواندیم، شعرهای احمد خواندیم، محمود خواندیم، فلسفه ها را خواندیم، لکن ما هیچ صحیح مسلمان نشدیم. راه حل چی هست؟ من خیستم برشان گفتم امی دریای کابل شما دیدین؟ از کجا سرچشمه میگیره؟ از پغمان. والا در پغمان بری ات مزه میته کزمی از پغمان چی کنی؟ یک گلاس آب بنوشی. کافر هم بری خوشش میه، یهود هم بری خوشش میه، نصرانی هم بری خوشش میه، مسلمان هم بری خوشش میه. هیچ کس ای آب رد نمیکنه. امی آسای برکت کرد، آمد طرف کابل. ما مردم کابل چی کردیم؟ تشنابای کدام دیگه ایلا کردیم، گندنای مردار هم در بین ازی ششتیم، خاکندازار هم در بین ازی داخل کردیم، آبای کثیف هم در داخل کردیم. آل برو در پیش پل خشتی یک گلاس آب از دریای کابل بود. دین اسلام عین گپ بود. وقتی که اسلامی که در قرآن و سنت در مدینه منوره بود، با خدایی رو برای هندو پیش کنی اعتراض کردن نمیتونه، برای نصرانی پیش کنی اعتراض کردن نمیتونه، برای یهود پیش کنی اعتراض نمیتونه. والله بسیار مردم ها می آمدن، چون اصل سرمنشه اونجا بود. هر کس که می رفت در مدینه منوره، کسایی می آمد پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم 5 دقیقه میشش و می گفت که یا رسول الله 5 دقیقه پیشتر بدترین انسان در قلبم تو بودی، در 5 دقیقه بعد آل بهترین کس که فدا که ابی و امی، مادر پدرم فدایت باشه، که من آل هیچ کس محبوب تر در قلبم است. چرا؟
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عقیده قرآن و عقیده سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریح میکنه. اما حال ما سر ما چون انتقاد میکنن؟ سر ما کافر به خاطر قرآن و سنت انتقاد کردن نمیتونه. به خاطر از این انتقاد میکنه، میگه شما مردمی هستین که نفرتان بمره 200 نفر سرش میرین بار میشین. شما خود فکر تعزیت نیست، شما خود فکر پلو هستین. شما خود مرده‌دار کتش کمک نمیکنین، سر مرده‌دار بار هستین. شما خود خانه مرده‌دار خراب میکنین. اگر این دین است، کافر میگه من این دینه که شوجمگی داره، این دینه که اسقاط داره، این دینه که خدا بزن، این دینه که خونای تا بریزان، این دینه که تو ماچ کو. این دینه میگه من قبول. این دینه که خاک زیارت بخو، این دینه که زینای زیارت کثافات کفترا کنجا سوره جارو کو برش چوکت بته، این دینه ما قبول نداره. پس اینی آب گنده پل محمود خانه در دریای کابل کس نمیخوره، لکن آب پغمان کلگی خوش داره. چون ما گنده ساختیمش، در دین هر چیز انداختیم، هر گندگی را از رواج خود، عادات خود کلشو در بین ازی آوردیم. شوله شیرین در دین است، علوای سر سوته در دین است، سمنک در دین است، شوجمگی را در داخل کردیم، چله در داخل کردیم، گدایگری را در داخل کردیم، کلشو در داخل کردیم، بد اخلاقی را در داخل کردیم، خود از زدن، روی خود پوست کردن و توته کردن و خدا چی که این کل شده. وقتی کافر سوال میکنه میگه والله بی چیست. از این خاطر مشکل در اینجا، از این خاطر عقیده در قرآن و سنتی است که ما پشت فلسفه ها نگردیم. ما کتاب خودم در 3 قرن اول شروع کردیم، از اونا میگیرم. این که باز پساندگاه آمدن و چی کردن مرا غرض نیست، ما امیر درس میدم. متوجه هستین؟ از این خاطر در درسای من هیچ وقت من نمیگم که فلانی ماتریدی تو گفته، معتزله تو گفته، من چم اشعری تو گفته، من چم خوارجی تو گفته، من چم فلانی تو گفته، و به درد ما نمیخوره. ما عقیده خود از کجا میگیریم؟ از قرآن عظیم شان، و قرآن کتاب توحید است. گر همه خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. بدون قرآن نیست. یکی کسی دیگه باز هر چی میگه، اگر عقیده قرآن و عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم هو سماکم المسلمین، الله ما را مسلمان مسما کرده. چی مسما کرده؟ بس ماست، ما مسلمان هستیم. باز کسی دیگه که نام میمونه سر ما، اهلا و سهلا، او تاپای از اوناست که سر ما نام مونده میره. بابانه اگر عقیده قرآن و عقیده رسول الله صلی الله علیه و سلم نامش سلفی میمانن یا وهابی میمانن یا حنفی میمانن یا شیعه میمانن یا روافض میمانن یا هر چی میگن، اهلا و سهلا. لکن اینمی عقیده قرآن و سنت است و نام ما چی است؟ الله ما را مسلمان گفته. هو کی؟ یعنی الله سماکم، مسما کرده شما را چی؟ المسلمین. بس ما مسلمان هستیم. یکی باز دیگه را برای ما کدام لقب میته، یا حالا بفرمایید نوشته کرده بریم. از این خاطر پشت لقبا نگردین، خودت تکه تکه نکنین. اگر بگی من مسلمان هستم، نام در پالوی نام آدم علیه السلام نوشته میشه، در پالوی نوح علیه السلام، در پالوی ابراهیم علیه السلام، در پالوی رسول الله صلی الله علیه و سلم، در پالوی ابوبکر صدیق. چون کلشان چی بودن؟ مسلمان. ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولکن کان حنیفا مسلم. حنیفا مسلم یعنی مسلمان پاک بود. حالا ما میگیم که ما میخوایم که مسلمان مثل ابراهیم علیه السلام باشه. سلسله که با آدم علیه السلام شروع، با رسول الله صلی الله علیه و سلم سلسله نبوت ختم شد، با ما شاگردای اونما هستیم. و الله گفته که مسلمان، هر پیغمبر در قرآن مسلمان گفته. بس نیست گپ قرآن، نامی را که الله برات انتخاب کرده و کفایت نمیکنه برات که نامای دیگه سرت میمانی. مذهب و راهی را که الله برات گفته، اسلام برای تو گفته، این راهت است، روشت است، طریقت است، کافی نیست که ما آمدیم یکی دکله دیگه زده میریم و نامای هر چیز داریم. هر کسی که میمونه با نامای چیز نمیگیم. کس برسان کرد هو امر الله مسلمان ذکر کرده، ای که تو سر ما چی نامیمانی، باز روز آخرت تو میفهمی کارت. از این خاطر بهترین نام اسلام است. به هر صورتی مقدمه بوده. گپ اصلی است که حالا ما و شما در درس امروز ما شروط قبولی
دعا هست. حالا هر کسی دعا میکنه، در تمام ادیان دعا هست. اون دو پیش بت خود دعا میکنه. یهودی میره در پشت همون یک دیوال از به نام حائط المبکا، یک دیوال دارن به نام دیوال گریان، اونم اونجا میرن خدا شورک میتن قسمی یهودیا که مسلمانان نباید در وادی قرآن خواندن قسمی خدا شور بدن. این عبادت یهودی است، این فکرتان باشه. پس این دعای مسلمان ها چه قسم است و چی شرایط داره؟ ما هم دعای خود داریم. پس مسلمان باید دعایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکرد و صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم میکردن، این برای ما مهم است که با چه قسم دعا میکنیم. اول آداب در دعا کس شروط یا آداب وجودی است و یک شروط و آداب عدمی. چی معنی؟ آدابی که باید در دعا باشه، شرایطی که در دعا باید این شرایط وجود داشته باشه که دعای تو قبول شود، و شرایط دیگه است که عدمی میگن که نباید باشه که دعای تو قبول شود. بعض شروط است که باید باشه، بعض شروط است که باید نباشه. این رو باید بفهمید. خب از جمله شرایطی که باید در آداب وجود داشته باشه، اول این است که انسانی که دعا میکنه به 4 صفت الله ایمان داشته باشه. 4 صفت در مقابل چشم کسی که دعا میکنه. مشکل داری، سختی داری، از مشکلات دنیایی میترسی، از مشکلات اخروی میترسی، 4 صفت الله را در مقابل چشمت قرار بدی، دعای تو قبول میشه. اگر این 4 صفت شیطان از پیش چشمت برد، دعایت قبول نمیشه. تا 4 صفت دعا بکن. یک شرط این 4 صفت کدام است؟ اول باید عقیده داشته باشی که الله رحمان است و رحیم است و مجیب است و قریب است. ما دعا میکنم، کیست بر من مهربان؟ مادرم، پدرم. رحمان و رحیم کی است؟ نه مادرم رحمان رحیم صفت داره، نه پدرم داره، نه اولیاء داره، نه پیغمبرا داره، نه صحابه داره، نه هیچ کس صفت الرحمن الرحیم نداره، صفت مجیب نداره. هیچ کس، هیچ مخلوق، حتی جبریل امین و حتی میکائیل و حتی مقربترین ملائکه و مقربترین. پس الله هست که رحمان است، الله هست که رحیم است، از هر کس که بر من مهربان تر است و به من از هر کس که نزدیکتر است. و نحن لاقرب الیه من حبل الورید. از شاره گردن که بر من چی است؟ پس او ذاتی که رحمان است و او ذاتی که رحیم است، او ذاتی که قریب است و او ذاتی که مجیب است. اما یجیب المضطر اذا دعا، که انسانی که در حالت سختی و مشکلات در حالت اضطراری قرار داره، کی او را اجابت میکنه؟ الله هست. چرا دست خدا به مخلوق بلند میکنن؟ از این 4 صفت خبر ندارن، چون برش 24 ساعت در گوشش گفته شده که فلانی شخص تو است، فلانی شخص تو بزرگ است، فلانی شخص در خوت میه، فلانی شخص در جای به علی جن داره، علی پری داره، علی دیو است، علی فلان است. پس عظمت شخص در قلب ازی مخلوق جای گرفته. از این خاطر اگر میخوایی که دعایت قبول شوه، عظمت خالق در قلبت جای بدی. باز بغیر از یا الله به دیگه طرف رجوع نمی کنی. هیچ پیغمبری نیست که در دعایش بغیر از نام الله نام کسی دیگه بوده باشه. بفرمایید قرآن عظیم شان بخیر. من گفتم از قرآن گپ میزنم، من از فلسفه و فیلسوف احمد محمود گپ نمیزنم. پیغمبرای الله ربنا. دعای یونس علیه السلام کی یاد داره؟ چی میگفت؟ لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این قصه پیغمبرها بر از این است که ما قصه را بخوانیم و فقط تیر شیم. نه، گفته از قصه پیغمبر عقیده تا بگی. از هر لفظ قصه عقیده گرفته میشه. دعای پدر یحیی علیه السلام چی نام داشت؟ زکریا. دعایش چی بود؟ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس. گفت پروردگار استخوانایم چی شده؟ پوده شد و مویای سرم سرسفید شده
ولم اکن بدعائک ربی شقیا. باز بر الله تعهد خدا میگه پروردگار ببین ما هیچ وقت با کدام قبرستان و پیش زیارت و پیش کدام بت و پیش مخلوق نرفتیم. در قسمت دعای تو پروردگارا ما شقی نبودیم، فقط به بارگاه تو فهب لی من لدنک، پروردگارا از بارگاه خودت بر من فرزند بدی. و الله باز در جوابش چی میگه؟ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی. ما دعا را از زکریا علیه السلام که پیغمبر معصوم الله هست از او یاد بگیریم یا بیاییم از دولکی بابا یاد بگیریم؟ اگر عقیده به قرآن داریم، قرآن بر ما مثال میده. آدم و حوا علیهم السلام اشتباه کردن نکردن؟ لغزش کردن نه؟ چی گفت؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن. خیلی دعاهای پیغمبرها چرا این قسم است؟ و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نمیگفت که اللهم انی اسألک باسمائک الحسنى؟ از 99 نام الله چی بدی دیدیم که به مخلوق میریم؟ یعنی حداقل انسان پیش خود فکر کنه آیا تو الله را با 99 نامش رفتی دعا کردی که الهی تو رحمان هستی، الهی تو رحیم هستی، الهی تو غفور هستی، الهی تو غفار هستی، الهی تو تواب هستی، الهی تو سمیع هستی، الهی تو مجیب هستی، الهی تو قریب هستی. ما با بنده عاجز دست مشکل ما گفتیم این قسم دعا. پس اینا کسایی که به غیر الله میرن چرا دعایشان قبول نمیشن؟ چرا دعایشان قبول نمیشن؟ و چرا دعایشان قبول نمیشه؟ در شرک هم مبتلا میشه، به خاطری که الدعاء هو العباد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله که دعا چی است؟ عبادت است و حدیث صحیح است. خب پس اگر ما وقتی که دعا میکنیم، شما وقتی که مریض هستین پیش یک دکتر میرین، دکتر برات میگه که من برات نسخه میتم، من برات وقایه میتم، من از این چیزا را پرهیز میکنم، این کارا بکن این کارا نکن. گپ دکتر را قبول میکنی نمیکنی؟ حالا چرا نسخه که الله برای تو قرآن فرستاده و برات میگه که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب، حتی از اینجا علمایی که در عقیده میفهمن و در قرآن تفکر میکنن میگه سعی کنید شما مسلمان ها در اینجا میگم این سوالایی که در قرآن عظیم الشان است که مربوط به عقیده نیست، برای پیغمبر میگه تو برشان بگو. و یسألونک عن المحیط، برای پیغمبر چی میگه؟ قل هو اذن فاعتزلوا النساء. و یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. و یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس. در اینجا چرا قل نگفت؟ حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرش گفت که ای پیغمبر خدا، اذا سألک، وقتی که تو را سوال کرد ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبادی عنی، بنده های من در مورد من، فانی قریب، نگفت که قل تو برش بگو. الله مباشرتا بر بنده خود میگه که من به بنده خود قریب هستم. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم دعا کننده را. الله میگه فانی، یقینا که من، تو پیغمبر نه، تو ملک نه، فانی، قرآن هم میگه برای ما فانی قریب، من قریب هستم به بنده خود، اجیب و من اجابت میکنم. اجیب دعوت الداع. حتی در بسیاری جایی که قرآن عظیم الشان وقتی که عظمت خدا میگه
صیغه جمع را استعمال میکنن. نحن نزلنا القرآن، انا نحن نزل. لکن در اینجا صیغه مفرد متکلم استعمال کرده، به خاطر که دمیجه هم در نظر یک کس یک چیز نگفته که نجیبو، گفته اوجیبو انا، تنها من. ملائکه یا داخل نمیشن، کس را چیز نکن. اسلوب عظمت همینجا در کار نگرفت، به خاطر اینکه مسئله عقیده است، برای مردم کدام مشکل پیدا نمیشه. قرآن گفته که افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا این مردم در قرآن تدبر نمیکنن؟ آیا در قلبهایشان قلب زدگی هست؟ آیا ما شما این آیت با تدبر خواندیم؟ که چرا در اونجا قل گفت، در اینجا چرا قل نگفت؟ چرا در دیگه جای انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون در اینجا گفت اوجیبو، نگفت که نجیبو؟ عربی رو برای چی خواندی دیگه؟ خیانت در کجا شده؟ چرا مثلا از این شاید بسیاری کسا دلشان میکنن، لکن من دلم به خاطر از این میسوزه. ما رفتیم تا بال چندین مملکت اروپایی، آسیایی، افریقایی کل شدیدیم، چون امریکا دارالحرب است. ما نرفتیم تا بالا، نشه که باز اونا چیز کنیم. اما در سه مملکت دیگه که کشورهایی که امروز افغانستان مشکل نداشته سفرها کردیم، در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی. شما سبحان الله برین سعی کنید. در ترکیه رفتیم، در ترکیه رفتیم، بهترین تعمیر مدرسه هست. عکساش پیش من هست. تعمیر است مثل گلبهار سنتر، تعمیر از 12-13 منزله. داخل میشه که زمین از چندین جریب. من خب باز که میره پرسان کنیم شما بیر از کجا کردیم؟ ما خب 7 سال است که یک انتشارات جور کردیم، تا بال سیب سوزمین بر از او گرفته نتانستیم. یک دوست خدا یک چند هزار خط کمک کرده در ترکیه. مردم ترکیه گدایی نمیکنن، از دیگه جای از بیرون مردم نمیان. گفتم شما از کجا کردین که گلبهار سنتر ساختید؟ گفت والا سید. اما یک نفرش بر ما گفت که ما استاد اینجا فارسی گپ میدن، بعضشان بر ما عربی گپ میدن، بعضشان ترکی میگفتن، ترجمه میکردن. گفت که مردم ترکیه رو ما قناعت دادیم، مردم اینجا اسقاط نیست، شوجمگی نیست، روز اول، روز دو، روز سه این کارا نیست، چل نیست، سالپوری نیست، خیرات های ریاکاری نیست. مردم زکات خود و صدقات خود میارن به مؤسسه اسلامی میدن. مؤسسه اسلامی وقتی که در مؤسسه تمام روز علا فلانی 50,000 روان کرد، فلانی مادرش فوت کرده، به خاطر که صدقه جاریه به مادرش باشه روان کرده 50,000 پر 50,000 پر فورا و میگیرن سه 200 یتیم ثبت میکنن. او اگه بگه من مادر من دوست دارم درست است. این که در افغانستان است مادر خدا دوست نداره، این نفس خدا دوست داره. این صاحب 2 لک 3 لک روپیه تا روز 40 نه به خاطر رضای خدا. و این شما شاهد باشین که ما گفتیم خدا از پیششان ناراض است. نه به خاطر خدا، به خدا به خاطر همچشمی. اگه به خاطر خدا بکنی در 40 روز 2 لک روپیه مصرف کنی خوب است، یا اگر 2 لک روپیه تو به یک دارالایتام بدی با 200 یتیم لباس، کالا، ماش معلم کلش پوره میشه. ما در 36,000 در بعض ولایت ها مدرسه ها را جور کردیم. هر روز 40-50 شاگرد درس میخواد از 8 صبح تا 4 دیگه. خب در ترکیه قسم است. اقا پیسه دارن که آدم ایران میمونه. لیلی از یا هست، تعمیرهای لکس از یا زمین ها رو یا گرفته میره. از ما چیه بس؟ ما چون به دین هم خیانت کردیم. به نام خیرات خوب فکرتانو بگیرین، به نام صدقه، به نام زکات که قرآن میگه انما الصدقات للفقراء والمساکین. اینجا صدقه برای کی هست؟
اینه برین گردنتان بسته اینه سیل کنین دمی هر خط خیر است. یک دمودان دروازه کان دفت سیل کنین دمی خیرات که میگه ما خیرات کردیم، سعی کنین که چند تا فقیر میه و چند تا غنی میه. هر کدام صاحب جنرال صاحب بفرمایید صاحب برای این جنرال صاحب یک چند تا چیز ببرین، بعد از یک ذره گوشت دیگه مثلا شیخنی بدوام. یک خیرات خور که میگه تو کی گفت اینجا بیا، باز یک چاق کٹی خوب مت بی غیرتی ظالمه باز صاحب دمی دان دروازه کلانکار مقرر میکنن. این وظیفه چی است؟ یک سوته دادانش است فقیر دوانک. باز جاش تو که دیگه خدا آمده دیگه سوته را گرفتن پیش نبین. باز بسیار اگر کدام مسلمان پیدا شوه اول خب کدام تا پیدا شوه باز از پس خوردی از وا که پس ده دیگه انداختن باز ده دیگه که ازیه بازی هم میگه والا ما خیرات کردیم. در خیرات که از تجارت است، پیسه دار است، موترهای لکسوس است میمونه. ما از خاطر از یا که میفهمیم که حالا در خیرات بریم که کورتیم کونه باشه مرام نخواد بانه باز ما در خوبم تو لکس در موتر لکس مثلا موتر که میشیم باز که میگیم باز 15 نفر حالا برای استادم بدوانین. صحیح؟ اگر دنیا رو ما استادا خوردیم سیر نکردیم. ماش ماسکلی که زیادتر است، خوراک ماسکلی که زیادتر است، نفس ماسکلی که کلانتر است. لکن با وجود هستیم که ببینید در سر خیرات شیشتیم و باز ببینید در دوره اسقاط هم شیشته روی خدا پد گرفته یک قسمی باز خب بکنه پاکت اینجا چخ میکنه باز دلش سختی میکنه که این پاکت سعی کنه چنده است باز یک قسمی باز تو در مسند رسول الله صلی الله علیه و سلم شیشتی تو باز در روز قیامت من خوالا برشان میگم و صدای من خود مشنوه تو باز در روز قیامت در مقابل رسول الله صلی الله علیه و سلم داد میشی و میگی که یا رسول الله من در مسند تو شیشته بودم. رسول الله میگه تو در مسند گدایگرا شیشته بودی نام مرا بد کردی بهش مردم. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین. الله عزت داره، رسولش عزت داره، مؤمن عزت داره. علمای اسلام با عزت ترین انسان هاست. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. مفسرین میگن که اولی الامر علما هستند. در پولین نام الله و نام رسولش نام تو عالم است. در مسند رسول الله ششتی رسول الله صدقه را نمیخورد. در دار نوازش یک خرما را حضرت حسن گرفت در دان خدا انداخت. رسول الله کلک خدا در دانش داخل کرد و گفت که کخین این صدقه نباشه در نوازی خود اجازه نمیده. و تو چطور این کارو میکنی؟ خیر سال بخو، حالا شکمت سیر کو، حالا اسلام نام بد بساز، حالا پیسه یتیم، پیسه فقیر، پیسه که باید دار ایتام جو شو ایره در شوجمگی و چلو اسقاط و خیرات مشروعیت بده و یتیم در روی سرک افتاده و اون انگلیس میایه نصرانی میسازه. والله در روز قیامت جواب گویش هستی. والله تجاره که تو تجاره که خوب صدای ما بشنو. خوش هستی نیستی سرمه قگپا زده که دیدی در گپا پخته شدی. صحیح؟ والله در روز قیامت در مقابل الله است یک یتیم جواب میدی. تو زکات تا به قومایت میدی که نام بکشی، تو صدقات تا سیال بخشی میکنی و یتیم بیوه در روی میدان افتاده. دار الایتام باز انگلیس جور کنه و طفل یتیم میبره باز اونجا رقاصه جور میکنه. باز تلویزیون و دخترکای یتیمه که 14 سالش او را میرقصانه چون از خودترکی در زیر تربیه زو بودن. و تو باز در روز قیامت استاد میشی و باز میگی که یا الله و میگی که ما امت تو بودیم یا رسول الله. و رسول الله صلی الله علیه و آله برات میگه که نه امت ما عثمان غنی بود، امت ما عبدالرحمن ابن عوف بود و هم تجارا بودن. بیبی که چی کردن؟ بیبی که چی کردن؟ از این خاطر ما بسیاری وقتا خود بازی میدیم، خود فریب میدیم و به خاطر که شکم ما 5 دقیقه سیر شد، 5 دقیقه سیر شد شکم ما و یک غوری پلاو بخوریم، به خاطر 5 دقیقه
و هزارها یتیم در روی سرکا مانده و تمام روز جنجال سر چی است؟ اسقاط جایز است، اسقاط ناجایز است. اهل شو جمعگی هست، اهل شو جمعگی نیست. اهل کسایی میگه برادر عزیز کاش که او اسقاط ببره به یک دارالایتام بده. اسقاط به دارالایتام نمیده. چرا در اون مجلس میده؟ به خاطر که عریفاش سیل دارن. چندی داد؟ بازو میپرسان میکنه فلانی که بچهش پدرش مرده بود چندی داد؟ والا او 300 داد. ما نام بکشیم 500 بان، در پاکتش 1000 بان. نه به خاطر رضایت الله. اگر این رضایت الله را میخواست برای یک یتیم یک بوجارت میبود میرسان، برای یک فقیر میبود. میشناسیم؟ نیست. اما از ما را کی میخوره صدقات ما را؟ حق الله را. الله حق خدا سر تو فرض گشتنه بر از یتیم بده. حاجی صاحب 11 مرتبه به حج رفته 1 روپیه زکات ندادن. بنای پنجم چون مردم حاجی صاحب آمد، این حاجی صاحب 11 دفعه حج کرده، این خود نفس است. اما این صاحب چند زکات داده؟ زکات هم چی میکنن؟ چل میکنن. اما مالش که فروخته نمیشه، مالش که فروخته نشد که الله فریبکاری. اما مالش که فروخته نشد 10 سال مانده بازه که صاحب تا شریکا میشنه که کدام ماله از زیرخانه بکش. بازه میرن از زیرخانه امو تکایی که هیچ فروخته نشه. ما تکه فروشی کردیم از این خاطر میفهمم تکه فروشا را سرشانه. صحیح است؟ امام ابو حنیفه صاحب تکه فروشی کرده بود. دانشگاه شمشیر ابو حنیفه استاد نشده. امام ابو حنیفه رحمت الله تجارت تکه بود. یک چند وقت ما شاگرد بودم تجارت تکه کردیم. این حال بسیاری کسا را که سیل کنی اگه گوسفندای خدا میته رمی گوسفند داره نه باز میره میگه تو رو نمو گوسفند لنگه همونی که دیگه حال از پای مانده بازو را بکش. بازو را برای کی میته؟ برای یک کس میته. سبحان الله. من این چیزا رو با چشم خود دیدم. خب قصه مکالش اپدیت شدگی است. خب برای کی میته؟ برای یک کسی که امیدوار است که باز دختر از او خواستگاری کنه. باز برای او میگه که تو دیر که سړی و مولوی صاحب تو دیر مونږ باندې قدر لري او دا لري او هغه لري دغه وزه تاسو ته د زکات مالو تاسو اصلا هغه نه و د تاسو لیاقت نه لري. موټر کې ورته واچوي کور ته ورته ورسوي. باز میبره باز یک هفته بعد خانه‌اش خواستگار میه. باز میگه ولی که یک بس زکاتش میشه 50 تا باز 500 دانه بس خدا را باز برای چی میکنه؟ نیتش الله نیست. از این خاطر چرا ما دارالایتام نداریم در افغانستان مسلمان ها؟ چرا ترکا دارن؟ چرا در مدینه منوره هست؟ چرا در مکه مکرمه هست؟ چرا در کشورهای عربی هست؟ به خاطر که در کشورهای دیگی که اونجا مدرسه‌هایشان آباد است، دارالایتام‌هایشان آباد است، برای زنای بیوه مراکز دارن، برای فقرا جای دارن، انتشارات‌هایشان مراکز دعوتشان آباد است. به خاطر ازا که و صدقهشان به خاطر الله است، صدقه جاریه. ما در افغانستان چرا نداریم؟ دکتر علی شریعتی هم این 30 سال پیش 40 سال پیش در کتاب خود نوشته کرده، میگه آنچه که ایران را خراب کرده آخوندای شولخور و پلوخور و الواخور ایران است. ایران هم این غمه داشتن. حالا خوب شدن ملایشان پادشاه شدن گدایی نمیکنن. اگه پس چپش وظیفه گام باز گدایی رو شروع کردن. من چند ساعت پیش کتابش خواندم. همین فکر او برام هم کتاب خوندم. گفت ما صدقات ما را. او گفت در تانزانیا یک تعداد گفت از ایرانی‌ها هست. او قصه ایرانی‌ها را میگه. گفت در تانزانیا یک تعداد ایرانی‌ها هستن. گفت ایرانی‌ها گفت در تانزانیا گفت یک تعداد مردم هستن. گفت مسلمان هستن. او طرف دیگه گفت نصرانی‌ها چطور هستن؟ گفت این مسلمان‌ها شیشتن یک مقدار پول صدقه و ترا داشتن. گفت کلش آوردن اینجا ماندن. گفت چون علمای از اونا پشت شوله و الوا و اسقاط و خیرات و شب جمعگی نمیکشتن. گفت نمیشناختن این گپاره. و اسلام از کجا گرفته بودن؟ از قرآن و سنت گرفتن. گفت یا چی کردن؟ گفت یا گفتن که والا دیگه پیسا ما دیگه چی کنیم؟
گفتن ولد مصرف چیزی نیست، چی کنیم. گفت که ولد ببین یک 20 نفر جوانا رو روان میکنیم در کشورهای اروپایی، جوانای مسلمان هم طب بخونه هم چی بخونه. گفت از پیسه این صدقات 20 نفر جوان هر سال با کجا روان میکنن؟ با بورس‌های تحصیلی در رشته‌های بسیار عالی. فینامیل بسیار علمای بزرگ دارن که عالم هم است در ساینس و در تکنولوژی و خوب مسلمان هم است و خوب به اسلام وفادارم. به خاطر از این است که میفهمه که بسر ما کی مصرف کرده؟ مسلمانان. و خوب دعوت هم میکنه. این پروسه در ترکیه است. جوان است، انجینیر است، دکتر است، خوب است، لکن اونجا میره در لیلیش زندگی میکنه، هیچ مشکل نداره. غذایش غذا است، خوراکش خوراک، لباسش لباس، همه چیزش خوب است، اتاق بسیار لوکس. و در اونجا و مسلمانانش درس دین میده و واقعا قبول دارن. اما مسلمانان کت سیکولرها همیاله تکر میکنن. سیکولر میگه ما اتو پلان اقتصادی داریم، اردوغان میخیزه میگه ما اتو پلان اقتصادی داریم. او میگه ما اینقدر جوان انجینیر داریم، این میگه ما اینقدر جوان انجینیر داریم. بیاین بر ما بگوییم چند تا انجینیر ما تربیت کردیم؟ دل ما که کفیده، خب به خاطر ازی کفیده. به خاطر ازی کفیده که ما صدقات ما فقط اونم یک روز است، اونم یک تجار مصرف میکنه. اینا کلی گپ سر ازی است که وقتی که تو به الرحمن، الرحیم، المجیب، القریب، چرا الله از پیشان یک سوال بکنیم که امین نامهای خود الله چرا در قرآن و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و ذکر کرده؟ برای چی؟ یعنی خیر بسیاری وقتا انسان عقل داده الله که وقتی میگه 99 نام داره، چرا ذکر کرده؟ چرا الله گفته که من غفار هستم؟ چرا یک دفعه غفور گفته باز گفته غفار، یک دفعه رحیم گفته باز گفته رحمان، باز گفته ستیر، ستار نیست ستیر، بسیار ستر کننده. چرا گفته تواب؟ یعنی حداقل رابطه دانه با خالقتان. همین نامهای خدا چرا مانده؟ بسیار از ما کس پرسان کرده استاد چرا تخلص دایی ماندی؟ ما گفتم حالا ما تخلص ما قوم ما یک قسم تخلص داره و مادر ما یک قسم تخلص میکنه و یک قوم ما چی است؟ نامست. لکن من خیستم گفتم که حالا ما قوم پرست نیستم و پشت از این نامه ما نمیگردم، ما دایی هستم به خاطر که الله سبحانه و تعالی به رسول اکرم صلی الله علیه و گفت که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. بر رسول الله گفت که تو داعی هستی، به طرف الله دعوت میکنی به اجازه الله. من همین تخلص از قرآن خوشم اومد. گفتم من هم بازی کوشش میکنم که به طرف دین الله به اجازه الله دعوت بکنم. پس ما همین نامه به اساس یک فلسفه، یک منطق، یک اندیشه، یک روش زندگی اختیار کردم. یگان جوانا رو بگی چیست تخلصت؟ والا جگرخون. چرا قربان جان جگرخون هستی؟ والا عاشق بودم و حالا فعلا معشوقی ما رفت، صاحب یک پیسه دار بردش، حالا من تمام روز چی هستم؟ جگرخون هستم. پس فلسفه خاص خدا داره نداره؟ منطق خاص خدا داره نداره؟ علت خاص خدا داره نداره؟ یکی اواب تخلص میکنه، یکی تائب تخلص میکنه، یکی یک چیز، هر کس. پس چرا خالق متعال این نامها را 99 نامه برای خود گرفته؟ سر کلی فکر کردیم نه؟ حقش نیست که سر اسماء الله الحسنا فکر بکنیم. خلاصیش که انشاءالله اگه مرا وقت یاری کرد انشاءالله در باب اسماء الله الحسنا کوشش میکنم که نامهای الله را براتون بیشتر تشریح بکنم. لکن خلاصیش این هست که الله بر بنده خود میگه که بنده در اول صفحه قرآن شروع نکردم که بسم الله الجبار القهار، اگرچه جبروت و قهر الله بر دشمنایش هست، او هم به اساس رحمتش هست که از ظالم انتقام میگیره. لکن الله در بنده خود میگه که بنده وقتی که قرآن میخوانی من رحمان رحیم هستم.
اگر اشتباه کردی خیر است، مخلوق هستی، بنده هستی. اگر گناه کردی مخلوق هستی، گناه میکنی، اشتباه میکنی، اما ما رحمان و رحیم است. و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، برای رسول اکرم صلی الله علیه و بگو برای امتت که ای بنده های من که شما زیاده‌روی کردین در نفستان، نفستان غلبه کرد، نتانستین که خود از شر شیطان خلاص کنین، در یک گناه مرتکب یک گناه اسراف کردین، زیاده‌روی کردین. و قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت الله ناامید نشید. پس بسم الله الرحمن الرحیم، باز میگه الحمدلله رب العالمین، باز میگه الرحمن الرحیم. چرا بسیاری وقتا انسان فکر میکنه که رب العالمین است، قوی است، با عظمت است و من گناهگار هستم، اگر اندک غضب خدا نازل کنه تکه تکه میشم. پس الله میگه که درست است، من رب العالمین هستم، این کوهها، دریاها، بحرها، جهان خلق کردیم. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، لکن سر تو بنده خود چی هستن؟ الرحمن الرحیم. از این خاطر باز می بر بنده خود میگه بنده من و انا التواب الرحیم، خیر است که اشتباه کردی، من تواب هستم. و تو نیست که تو یک دفعه توبه کردی ببخشم باز دوم دفعه نه، 100 بار اگر اشتباه کردی، چون من بسیار پذیرنده توبه هستم، 1000 مرتبه توبه کو، 1000 مرتبه اشتباه کو، 1000 مرتبه پس برمی. باز میگه فانی قریب، بنده من دور نیستم، نزدیک هستم، قریب هستم، رجوع کو به بارگاه من. اجیب دعوت الداع، من اجابت میکنم، من مجیب هستم. ببینین الله بر ما نامهای خدا یک یکی صفات خدا میگه، اسماء الصفات و اسماء الله الحسنى، تا که تو بنده از رحمت الله استفاده کنی، از ای که تواب است توبه بکنی، از ای که غفور است بخشاینده است، غفار است میبخشه گناه های تو را، کل زیر تا بنده و بارگاه الله رجوع بکنه. پس اگر انسان با اینمی اسماء الله الحسنى را در مقابل چشم خود قرار بده و از گناه خود توبه بکنه و عقیده داشته باشه که الله قریب است و عقیده داشته باشه که الله رحمان رحیم است و عقیده داشته باشه که او غفار است و عقیده داشته باشه که او ما را دوست داره و تمام نعمتها را بر ما داده و بر ما ستر کرده، گناه مرا رسوا نکرد. پس این بنده که با اینمی اعتقاد دست خدا به بارگاه الله بلند بکنه، الله دعایش قبول میکنه. الله سبحانه و تعالی کنه ما شما را توفیق نصیب بکنه که کار بکنیم که سبب سعادت و خوشبختی ما در دنیا و آخرت شود.